این محبت بین ما بسیار مشکل است. من برای طاقت کردن با مشکلی های این محبت تیارم. آخر این را با تو گفتن نمیتوانم. درباره خودم همه چیز رو از تو پنهان میدارم. در اصل تنها سیمایم رو پنهان میکنم، اما باور کن خودم را زیبا نشان میدهم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. ای شوکت، در همین جا تو چی خیلی میتوانی خورخور کرده خواب میکنی؟ من نمیفهمم. رحمت برادر، همه فکرهای سرم را پریشان کرد. به من گوش کنید. این دختر عروس دوملوزیو است. ینگه هممون می شود. ناحرمتی نمیکنین. اکای کنعان فرمان داد که او را بسیار خوب نگاه و بین میکنیم. نمیگ تو به محله رو خبر دزدیدن زهرا را پخش کن. تو را خبر کرده بودم. با من آدم بر این گپ زن. خودت را حرمت کن. آدم برین با آدم گپ میزنیم. گوش کن. در پیش اکای کنعان مرا شرمنده کردی. خبرکش را بس کن که کارم بسیار است. به تو وقت ندارم. اگر خواهی با اکای کنعان گپ زنم. من به محله می روم. راست به محله می روی. بخشیدم ده. رفته بچه. ینگه زورو ساز استی؟ اکای کنون سلام گفت. شما را یک روز دیگر در اینجا می داریم. این را رسانم گفت. یگان خواهش داشته باشد شرم نداشته گوید گفت. همین خیر؟ بله، هرچی می خواهی بگو. بسیار گرسنه شدم. من زود می آرم. چی خوردن می خواهید؟ قروتاب. قروتاب؟ بله، قروتاب. راه قروتاب خانه دور است. پمیدار و بادرنگ و چک و نان خریده آرید؟ من خودم میخورم. نه، شما را کشودن نمیتوانم. خیر، نه آرید نمیخورم. نه خانم زهرا، فرمایش های شما را من خودم میارم. خواطر نشوید. یگان مشکلی است خانم زهرا؟ یگان مشکلی دارید میگوید ای دیوانه. کرسی بسیار سخت بود است. میانم در کرد. بچه ها، یگان کرسی ملایم بیاره. چی ایستادید؟ زود باشه. فرمایشتان قبول. زود میارم. ای بناموس، این نمیچه است کو عیناً اوست. معلوم می شود که او با این کار همراه است. به شرف من دستان او را نشکنم گناه می شود. میگویند دیوار گوش دارد گوش موش. هجوم نمیکنیم برادر؟ کم بدتر. تو چی سفسطه میگویه برادر؟ چی خیلی چیز معلوم نشد؟ صفتای کامرا را دیده؟ دیدم سردارم، اما هیچ چیز نبرآمد. باز بینید. اطاعت سردار. ای خدایا توبه. این دختر را که دزدید؟ سردارم البته که کنعانی دیوانه. واقعی رسول را نپوشیده بودیم. مگر این برای شما تصادف است؟ لیمن بس. خاموش سرم را گرنگ نکن. حاضر. زهرا را یا کنعان دزدید یا زاغ سیاه. کی بودن زاغ سیاه را نمیدانیم آخر. حجت را به نام من کی روان کرد؟ چرا فرستاد؟ تمام. آخر زهرا را کی دزدید؟
البته که کنعانی دیوانه دوزی سردارم. رسم رو باز میخواد. از همین سبب زهرا رو دوزید. کنعانی دیوانه میخواد که به عوض رسم زهرا رو عوض کند. وگرنه او خیسنگلت رو در سرش میزند. کاش که تو رو میدزدیدند. او قیسنگل نازنین تو موندگی مرا در سرش میزنه ای سردار. من کی از تو خلاص میشوم؟ من نفهمیدم سردار. لوند، امروز از درون خواهش آنقدر تو رو نجات دادن می آید که به تو فهماده نمیتوانم. کاش که تو رو میدزدیدند و نجات بدادم. چی ها میکردم؟ سردارم بعض وقت دیلکی مرا میشکستید، اما من حس میکردم که شما با من مهر دارید. البته مهر دارم. از دهانت بوی دروغ آمد. دو شو از اینجا، دو شو. رفیق سردارم، یک فکر حیوان به سرم اومد از گپ زنم. بگو آخه. سردارم وای شوگری کنعانی دیوانه پیتکی دوز را چی خیلی از بقبیم بکنه پرس پاس. از بیکاری خوبتر است. گبی آقا. در کجا باشی زهرا؟ بله؟ برای چی شد؟ یا اینکه گریه داری؟ ایستا؟ با اونال جنگ کردید ها؟ نه بابا جان، وقتی آمدن هم گفتم که مناسبت ما با اونال خوب است. بین اشکای چشمت میروند. نه بابا جان، از سحر باز من هم فهمیدم چی است. چشمانم سوخته دارند، الرژی شدم. از همین سبب است به فکرم. خوبش من رفته دست رویم رو شویم. ای خدا، اینها چیزی را پنهان دارند. من بابایم میفهمم. پدر جان، این کار ناخوب است. نبیرتان در خانه‌اش تنها مانده بود. برای همین به اینجا آمده است. او را بفهمید. 60 بار به این اونال گفتم گوی او را بیاید. اگر یگان کار دیگر کرده باشد عمیق جدا می شوند. پدر جان این خیلی فکر نکنه. اگر حاله با شوهر جنگ میکرد از رویش این را مشاهده میکرده و باز خودتان میدونید که نبیرتان سیر داشته نمیتواند. او حقیقت را همیشه میگوید. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ به زورا. بهتر از زنگ نزنید پدر جان. حاله گفت کو من با زهرا صحبت کرده بودم. زهرا سلیم رو با بیمارخانه برده است. شاید آنها در راه باشند. بهترش آنها رو خاطر پریشان نکنیم. الو تلفنش جواب نمیدهد. شاید علاقه قطع شده باشد. تلفنش جواب نمیدهد. قوهش تموم شده باشد. بعد زنگ میزنیم پدر جان. ایستا حاضر یک به سلین زنگ زنم؟ نه، با سلین زنگ نزنید پدر جان. او حالا بیمار است. قوتی گپ زدن ندارد پدر جان. الو زورا جواب نداد کو. برای این به سلین زنگ زده ایستادم. الو سلین عزیزم، بیا اینجا شینه. بیا او هم نمیبردارد. شاید در نزد دکتر است پدر جان. لیکن فرخ به همه چیز جوابی تیار داری. بی آواز است، علاقه نیست. یعنی پیش وقتی خیلی نبودی. تو این گپا رو از کجا میابی ها؟
سله جان جانم شوی گریه نکن گیره داب نوشید تشکری زیاد. سله جان به خدا ما خودم گنده نیستم یکان خدمت باشم مرحمت راستی میبینیمت لرزم میگیرم این خیلی نگوید. اوی بنی تا بیوده نریزم ای بخشیش اوی چشم بیوده نریزم بله زورا به تو کی آمدنش را نگفت؟ گفتم که بابا جان به نزد دکتر رفتند تکنون کارشون کمی تمام شود اون وقت می آیند. صدایش را یاد کردم. اشتهای تام. به شما هم. اگر بزرگ یکون چیز شود من طاقت نمی کنم. آخر خانم سله لطفا این طبقه نشوید با خانم زورو هیچ چیز نمی شود ما از قفای کار هستیم لطفا خودتان رو پریشان نکنید من تونل سیل آمد بیام توزش میکنم. تشکری زیاد. سلین تو حالم در اینجا هستی عزیزم در اینجا انتظار نشو به خانه رو اگر یکان خبر شود من حتما به تو خبر میرسانم خاطر نشو زورو رو میابی. تشکری زیاد. لوین تو با من بیا. اما اکنون خیلی به پروا ایستادیم من بسیار ناراحت شده ایستادم آخر. حاله جون من چورش رو دیده ایستادم وضعیت پدرم رو میدونی کو؟ مایلش اویسته اویسته گوییم چی؟ خیلی اویسته. یک دقیقه چرا گفتنیم؟ چی گپ است؟ از دیروز باز این فیش چی گپ شده ایستاده است؟ لین جان بیا با این کار دخالت نکن تو. امک اگر خوی به ینگم هم گوییم چخلی نباشد به نزدیکی بابایم هم میفهمد. گوی دخیر از خواطری میکفم. زهرا رو دزدیدند. چی؟ دزدیدند؟ چرا دزدیدند؟ پول میخواهند. نمیدونیم تولین ما هیچ چیزی رو نمیدونیم. ینگه بینید به شما گفتیم اما دهانتان رو محکم دارید به هیچ کس نگوید مایلش اگر بابایم فهمد دلش میکفت این رو برداشت کرده نمیتواند. ای حله جان مگر من میگویم اما شنود و دلش کفت ما هم خلاص شد نکنود. من باوری دارم که شما دهانتان رو محکم میدارید. باور کن عزیزم باور کن. یک دقیقه این دومولوزیو در کجاست؟ عروس شوندهش رو میدزدن هنگامی که در کارت این آدم رو نمیابید. ینگ هم راست میگوید در وقتی در کاری اونا پدید شد. شاید او هم جستجو دارد در خونه آمده همراه ما بنشیند مگر شاید کوشش پیدا کردن او را دارد. اما که او چقدر امکان دارد و از کجا جستجو میکند یعنی در اینجا اونال ماندگی و دومولوزیو میابد زهرا رو. چی شد؟ کرسی می‌آورند. اینجا زواج میبیل بروری باشه. شوکت دویده فرمایش رو از اون شخص بیار. چی برادر گروس نموندی؟ ای برادر یکان چیز نپرس بیار گفتم رفته بیار. مایلش حاضر بیاره. ای جان معلومه بشه که رفت. الو چینگیز عروسی بابایشان را خوب نگاه بین کنید. خواطر نشو که مشکلی نیست گروس نشده است کروتا فرمایش کردیم اکا زهرا این را خواست نمیک رو به محله رمون کردم. مایلش من با آنجا کمی دیگر آدم میفرستانم آن زهر که تو پیدا کی شد دستگیرش کنید. زهسیو اینجا را چه خیل میابد؟ ای چینگیز تو صغیره چه خیل آدم هستی از مکاری من شخصی که رسم را دزدیده است دختر را نمیابد. بر پدرتان لعنت.
آیاپا خبرها رو شنیده؟ چی گپ شده است؟ نمیدونید مگر عروس شونده دامولوزیو رو دزدیدند. ای خدایا. چی خیل؟ کی دزدیده است؟ نشیده چرا نگفتی؟ خبرها راستند؟ راست. آقای اونال جستجو دارد اما حالا هم نیفتند. ای یا خدا تو زهرا را محافظت نمو. معلوم بود تلاش داملو برای همین بوده است. وای 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 بهودا با اینجا آمدیم. این خبر کایها پهن شده است. دامولازیا رو ندیدید؟ از سحری باز نیستد. به سرش یکان بلان آمده همه باشد. پرس آقای خلیل عروس شبنده دامولو را دزدیدند. چی خیر؟ کی دزدیده است؟ کی دزدیده است نمیدونه. پلیس جستجو دارد. دعا کنید که هرچی زودتر بیابند. دامولوی بیچاره از روزی آمدنش به سرش چی بلاهایی نآمد. همش عیب زهرا. ای جماعت مسلمین، عروس شونده دامولازیا خانم زهرا را دیروز وقت شب او مرده است. استغفرالله گویدم کیراج بیچاره حیفشی. خدا رحمتش کنه دختر خشروب بود. ای جماعت این خیل گفتنی نبودم. خدا قوتش دهد. دیروز وقت شب دزدیده شده است. کی دزدیده است؟ یعنی حالا داملا عروس شوندهش رو جستجو دارد. استادم در بلامون. واه زهرا خانم واه. ای جماعت در این روزی وزنین دامولا باید در برش باشیم، اما از دست ما بغیر از دعا کردن هیچ چیز نمی آید. لطفاً پیش از رفتن برای فاتحه شده محترم دامولازیا دعا کنه برادرها. دعا کنید پدر جان. در همین جایی؟ در همین جایم. مرا چقدر دیگر اینجا می‌دارید؟ تو آمدن زاغ سیاه. چند بار دیگر به شما گویم من زاغ سیاه گفتنی شخص رو نمیشناسم. خانم زهرا او شما را میشناسد. شخصی رو که من نمیشناسم مرا چخیل میشناخته باشد. عجبا. بخشش به فکرم فرمایشتان آمد. من آنها رو میارم. بس آخر مونده شدم. مرحمت اکا. چند سوم شد؟ 25. زیرا که بقیه‌تون رو دیم. سردارم به اینجا خوراک آوردن. با کسی فرمایش دادن. مایلا چشمت رو از آنجا نکن. من آمده ایستادم. چی میگوی سردارم؟ خوراک فرمایش دادن. میخوری؟ به خدا رودان تندر زدیستن سردار. ای دمت رو گیر. دمت رو گیر. وقت کشاندن گیر. آفرین. چیگر پس کیست اینجا؟ خوشت برای نجات شما آمدم. این توی خواهد نشوید. کمی بعد از اینجا میبرایم. چی شده ایستاده است؟ کمی دیگر
هستی؟ زاغ سیاه تو هستی؟ داشتم اما ای برو استغفرالله اکای خیلی نگوید باقیاتون رو ای میدیدم کم شو قدی پولا نگیرید باقیاتون چی گپ است؟ زورا ایستا خانم زورا شما میخوانم ما هستید لطفا سرده مرا چیکار کردی؟ به شرف از پشت تو آخر عروس دوملوزی ها را دزدیدن اکای کنعان پیش از کنعان من تو رو میکشم سرده مرا زورا خوب هستی زورا ای حضوری مقدمت در رو کشک زنده است؟ بیا سرش نزن زود بیرون رفته زود باش حکت برادر خفه نشو اما بعضا کلر هیچ کار نمیکنه دروغ از آنه که ینگه زهرا را زاغ سیاه پاغ سیاه شدن نجات میدی دوملوزیا شدن نجات ده قهرمانی اون میشوی ده تو این خیلی میگویی کمیسر رونال یکی در اونجاست دستگیر نکند باز کارهایمان برباد میرود لیکن در حیاتت یکم برگ پیروز زود بیرون رون دستانتان رو برداره در اینجا اینقدر آدم جمع شده است پس در داخل انیق یگان واقع شده است من هم با فکر شما راضی هستم کوبی ینگم در اینجا یکم جو نفرمانه باشه ای زهرایم اگر با تو یگان چیز شود چی کار میکنم کلاس و شکی ای مرا گوش کن با فکرم دوایی کردم من با وی پایده کرد من با تو گفته بودم که برادر روز می شود تو با ینگه زهرا آیله دار می شوید البته اگر نمورده باشه ماشین تویتون ما به کله می گیرم گوش کن شوکت به عقلانه گپ نزن با خدا گنده و شکی ها ای روی مگر پدرت نمیپرسد که دزدیدنی زهرا را چرا از من پنهان کردید نمیپرسد ها خیر گفتم که اونال او را نیافت پدرت از شما این را نمیپرسد مگر چرا از من پنهان کردید گفت اگر یگام چی پرسد از من میپرسد تو همراه نشو نه آخر من هم علاقه میدونم من هم جوابگر هستم چرا آخر پنهان میکنید کی گویا نمیدونسته باشی پدرم بیمار است کسل دل دارد اگر شنود میمورد آخر اما همه وفات میکند گویا که ترس به اجل یگان فایده دارد همین خیر وقتی همه می آید گویمو هیچ چرا ناندیشم ها حاضر فرامده با پدرم گویم که زهرا را دزدیدن چی؟ زهرا را دزدیدن؟ کی دزدیده است؟ انا بین همه یک تا به یک تا میشنود هیچ چیز تو ابد پنهان کرده نمیشود اینه که تو هم به این چسبیدی فروغ آی مادر همه چی را چرا پنهان میکنی؟ تو هم به این چسبیدی ملیس مادر البته میچسبم مگر من حقی دونستن این رو ندارم ها؟ بعد از آنی که ملیس پرس و پاس دارد کی میداند پدرت چه پرس و پاس میکند نمیدانم چی فکر کنم تو حالا هم پنهان کن این را پنهان کن با مادرت گوی زبانش را نگاه دارد با بابایت هیچ چیز نگوید نباشد میدانی که دلش نمیبردارد بله مادر با بابایم نگوید ملیس دخترم با پدرت گوی که برای حقیقت را فاش کردن اخلاقی بد دارد این را فهمده کنم بله پدر بله باز چقدر پنهان میکنید آخره ملیس با مادرت گوی کی
ای بس است آخیر چی گپی دارید به یکدیگرتون گویید مرا در بین ندارید. آخر من چی گویم ها؟ چی گویم به تو؟ چی گویم؟ اینجا نمیبردارد چیزی که گویم بیهوده است. نه این خیل نمی شود به کجای نروم آرام نمی شوم. از زهرا حالا هم خبر نیست. یک بار هم زنگ نزده. حالا که صدای مرا نشنود آرام نمی شود. این دختر گویا داخل به زهرا یگان حادثه روی داد. امک الله که باید یگان چیز گوییم. گفته نمیتوانیم نمیبردارم. حالتش رو بینید آخر چه خیل است. بابا جان با کی زنگ میزنی؟ بازیا زنگ میزنم. داماد در کجا بودن فاتحه شده اش را میدانستگیست. اگر نداندم یا بد. این بابی ایشانم جواب نمیدهد. شما از من چیزی را پنهان میکنید ها؟ نه من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. میگویم مادر چی میگویی؟ چی را پنهان میکنید ها؟ آخر با این راه به پدرم خوبی نه بدی میکنه مگر نمیبینید حالی او را؟ یا اینکه زهرا به صدمه دچار شد؟ نه بابا جان خدا نشان ندهد یگان صدمه روی نداده. خیر نباشد چیز گویید؟ پدر جان زهرا را دزدیدند. فروخ بیا کمک کن. بابا جان آرام شوید. بابا جان صبر کن. خانم زهرا خوب هستید؟ شکر خدا. من در کجایم؟ شما کی هستید؟ زهرا جان داملسیو شکر خدا که خوب هستید. داملسیو من چه خیلی به اینجا آمدم؟ مرا بسیار ترساندید خانم زهرا. شما را دزدیدند. در همه جا جستجو کردیم. از مسجد آمده ایستاده بودم که شما رو اینجا یافتم. شما چه خیلی با اینجا آمدید؟ زاغسیو کی؟ زاغسیو او مرا نجات داد. با خدا این زاغسیو کسی باشد خدا از او راضی باشد. در اصل با او شناس شده با او رحمت گفتن میخواهم. چه خیلی آدم بود نمودش رو نمیفهمید. در رویش نقاب داشت رویش رو ندیدم. آخری خیلی نمیشود خانم زهرا. یعنی اقلا یک رحمت گویم با او دل من آرام نمیشود. با خدا عجب. یعنی نمودش چه خیلی بود اینش رو گوید؟ مانند قهرمان یک فیلم بود. در فیلم ها می شود که او به مثل سوپرمن بود. چنگیزی حیوان، چنگیزی بیشاخ، آدمان آمدن مکانمان را اشغال میکنن، دختر را میبرن. چرا شما را میخورانم ها؟ چرا من شما را میخورانم؟ او کیست؟ این زاغسیا کیست؟ کیست ها؟ کیست میگویم؟ اکا در اصل خوب شد که او آمد. اگر نمی آمد کمیسر اونال هم امان رو دستگیر میکرد. چنگیز میسوزانم انگیش میشود.
خدا بلایتان را دیاد. نه اکنون مسئله ناموس شد. به هر دوی ما تنگ است. یا زاغ سیاه یا من. تو را شکست میدیم، اما اول تو را به چخوری جهنم. زود نابود شمید، روید. خوشبویی را ده. زهرا بیاید. زهرا. دیدید ینگه چکور کردید؟ اکنون این حال بابایم رو ببینید. شما از آنی که مرا سرزنش میکنید زهرا رو یابید. از ترسی آنی که با پدرم یگان چیز میشود خست دختر رو جستجو نکردید. از این شب زهرا در خانه نیست. این را فهمیدید؟ ینگه ما همش رو فهمیدیم، اما از دستمان همین قدر کار میآید. اونال هم باشد از دستش میآمدگی رو کرده ایستاده است. زهرا آمد. زهرا آمد. زهرا آمد. آپا جون. زهرا جون. زهرا دخترم. زهرا جان این چی بلایی بود که به سرمون آمده؟ پدر جان نه زهرا آمد. بابا جون نکن. زهرا دختر جانم. آمدم بابا جونم. جانکی من. دخترم به تو یگان ضرر ندادن نه؟ خوبم بابا جان. بشمانخی چی شد؟ تو را دیدم که الکی خوبم جانکم. بشما چی شد بابا جان؟ چی میشد؟ بعد اونی که طولین دزدیده شدنی تو را گفت بابایم همین طور شد. احسن به تو. زهرا کمی فهمون چی روی داد؟ دامولوزیو. از وقتی که زهرا گم شد شما هم در این جای ها نبودید. با فکرم او را جستجو داشته ده؟ البته خانم طولین، دیگر کار کردن هم ممکن نبود آخر. زهرا جان کنی فهمون تو را اونال یافت؟ چی خیل شد؟ نه اپا جان، مرا زاغ سیاه نجات داد. زاغ سیاه؟ بله. زاغ سیاهش کیست؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه سوپر قهرمان نزدیده نوی زهرا. برادر این دفعه انیق به تو عاشق شد. شوکت تو دیوانه یا؟ قهرمان من نیستم آخر برادر. زاغ سیاه است. من این وضعیت رو نفهمد گفته داملا زیاه هستم که با او ازدواج ساخته کردم. چون زاغ سیاه میگویی چشمانش کشاده میشوند. با من حتی تا این دمی خیلی نگاه نکرده بود. برادر تو عقلت رو خورده ای؟ تو خودت از خودت نفرت کرده ایستاده ای. زاغم توی کیلس هم اولا هم. من همین رو میگویم شوکت. کلت کیلس، زاغ سیاه، داملا زیاه، من کیم برادر؟ این مرا گوش کن. برادر میگویند به یک مرد 40 هنر کم است. از 9 هنر داری. زاغ، کیلس، مولا. تو مرا نمیفهمی ها؟ آخر چرا من یک آدم شدن نمیتوانم؟ من تنها یک آدمی که زهرا دوستش میدارد شدن میخواهم و خلاص. برادر در این دنیای غریب از عهده 3 نقش برآمدن بسیار کاری خوب است. خدا به تو 3 تا نصیب کرده است. استفاده بردن گیرو برادر. شکر تو سر و کار داری برادر ها؟ استغفرالله چه علاقه دارد؟ من تنها چی را فهماندنیم؟ حالا تو همچون زاغ سیاه زهرا را جلب کردی که حالا تو زاغ سیاه هستی که زهرا هم این را نفهمیده تو را نداند هم. گپم را گم کردم اما تو مرا فهمیدی. بخشش برادر، ساده کرده فهمانم تا ما نجات ندادیم برادر. آنقدر جان کندی، عذاب کشیده نجات دادی. تو چرا در نزد دختر نیستی؟ تو چرا فهمیدن نمیخواهی؟ کمی سر رو نو یزنه این دختر کمی پس همینجا آمدنش ممکن است. من گویا که نمیدانم. از همه درستش تو میدانی. نفهمیدی برادر، نفهمیدی ها؟ خیلی ما برای شما بیعقلیم. تو میفهمی و هم باجد. مرا در یک جای مانند انبار نگاه می داشتند. بعد زاغ سیاه نجات داد. نقاب داشت. یک به خود بودم یک بی خود. راستی آنقدر خوب در یاد ندارم. چی ها شد از ما بی خبر؟ سیلین به تو گپ ندارم. بابا جان برای سلامتی شما. به تو یگان ضرر نرسوندن ها؟ چند بار گفتم که جانکی من هیچ ضرر ندادند. مانند فیلم شده است. زاغ سیاه چرا تو رو نجات داد؟
مادام که نمیشناسد. من از کجا دانم که زاغ سیاه چرا مرا نجات داده است؟ بابا جون، اونال میخواد که از زهرا بیانات گیرد. خوش آمدید یزنا. خوش باشی جون. خوش آمدید. سلام خانم، سلامت باشید. سلامت باشد. از آن آدمانی که زهرا را دزدیدند و زاغ سیاه را هم یافته، از آنها بیاناتشان را گیرد. میابیم جناب، خاطر نباشه، هیچ غمگین نشوه. بابی اکرم خاطر نشوه، سردارم گفت میابم. زهرا، حالت خوب است؟ خوبم یزنا. زهرا، فهمون که چه خیلی نجات یافتی؟ در مکانی مانند انبار بودم یزنا. بعد زاغ سیاه اومده مرا نجات داد. آدمون رو به زمین افتاند. اونقدر در خاطر ندارم، نیخواب داشت. اما در اینجا در کتفش یک رسم کشیده شده بود. رسم داشت؟ سردارم رسم میگوید. زهرا چه خیلی رسم بود؟ به خاطر ندارم، اما مانند چی بود؟ به خاطرم، اما انیق رسم داشت. چه خیلی رسم داشت زهرا؟ نمیدونم یزنا، از یادم رفته است. اگر این زاغ سیاه کلتکلاس نباشد، من دیگر هیچ چیز نمیدانم. ای کلتکلاس، تو حالا هم نمرده ای؟ زنک جان من، اگر تو حالا هم دانی که من کلتکلاس را فکر دارم، از من جدا میشوی ها؟ یزنا، فکرتان پریشان شد؟ نه، فکر داشتم. عزیزم، این زاغ سیاه کیست میدونی؟ در حقیقت کیست این زاغ سیاه؟ زهرا جون افتش چخیل بود؟ جونکم گفتم که به خاطر ندارم نقاب داشت، اما قد و بستی بلند داشت، مانند یک آدم کلان با لباسهای سیاه بود. مانند شاهزاده سیاه، مانند سوپرمن، مانند بتمن. چخیل زورا. ملیس، ای خاموشی است. باز خوشت نرود سوپرمن گفته. اونال جان، تخمینا نگم چرا میدونه؟ در بارش پورا معلومات نداریم، لیکن تحقیق داریم. نبیرم را نجات داد کو. برای من از همه دیده عزیزتر است. اگر او را بینم، از پیشانیش میبوسم. بابی اکرم، از بالا نقاب بوسه کردن جایز نیست. بابا جان، من سخت مانده شدم. رفته استراحت کنم میشود؟ میشود، البته. رفته استراحت کن. چی ها از سر نگذراندی؟ سلین، بیا به دوگانت کمک کن. البته بابا جان. زهرا جانکم بیا. عزیزم، با اجازت شما. زهرا جان، بسیار خسته ای، استراحت کن. اما پگاه به شوبه بیا، بیانات پر را گیریم. مایدش یزنا. شب خوش. شب بخیر. خیر. شب خیر. رسمی چی بود؟ مایدش تمام. یه ما گم نمیزنم، دیگر گم نمیزنم. ای زهرا بس سکن. زاغ سیاه دیدگی عاشق شدنت رو فکر میکنن. باوری دارم که اگر تو هم میدیدی تأثیر میکرد. نقابش، قامتش، زیباییش، علاوه بر این حیاتم رو نجات داد. ای قهرمانی من است. ای دختر خوب هستی؟ با شخصی که رویش رو ندیده عاشق میشوی؟ من نه، او به من عاشق است. آدمی که مرا دوست همین خیل گفت. زهرایم میگفت است. زهرا لطفاً به خدای، یعنی تو به گپای روزنهای شهر باور میکنی؟ زاغ سیاه بوده است. آن آدم رو حتی نمیشناسی. شاید او همانند آدمانی که تو رو دزدیدن گناهگار است. از کجا میدونی؟ ای سفسطه نگوی سیلین. سیلین، به فکر تو من او رو بار دیگر میبینم. آخر من او رو دوست داشتم. آی این چه خیلی کار ها؟ ما اینجا جان میکنیم زاغ سیاه با نقاباش قلب دختر رو یافته است کن. این کار رو پرتایم زاغ سیاه شوم نباشد. زهرا جان ببین، تو به خیالهای خم داده شده خودت رو محو میکنی. من همچون دوگانت رو خودی رسان میکنم که تو خانم زهرا هستی، عروس شونده داملا زیاه. ای من از رنگ روی او بیزارم. این توی ساخته است. بله ساخته، اما همه این رو حقیقی میدوند.
اینро هیچ از خاطرت نبرور. اگر ما دومولوزیو رو از دست دهیم میدونی چی میشود؟ السلام خانم زهرا. تقریبا سلامت باشید. تشکر زیاد. در محله یک طفل تولد شد. نامش بیتول است. ما در تولد او اشتراک داشتیم. حالا اویلش مرا، البته که شما را هم همچون فاتحه شده من دعوت دارند. عجبا مرا همراهی میکنید؟ البته دومولوزیو، شما در پایان انتظار شوید لباسایم رو پوشیده می آیم. تشکر. زود زهرا جان زود. ای مایلش سلیم. سردارم، ما چرا این کنعان دیوانه رو حال هم دستگیر نمیکنیم؟ آخر آن آدم قیسنگل تدوزید کو. یکی از آدمهایش گناه را به عهده گرفته است. کنعان میگوید خبر ندارم. هیچ گم نه. زهرا یافت شد، حاضر به مسئله اساسیمان برمیگردیم. مسئله اساسیمان چیست سردار؟ کلتا کیلاس و یا نام دیگرش زاغی سیاه. یعنی سردارم شخصیت زاغی سیاه و کلتا کلاس رو من گفتم، اما کلتا کلاس دوست است. حالا که این زاغی سیاه شخصی خیرخواه، سوپر قهرمان مانند زارا است. این دو شخص مگر یک آدم هستند؟ برای این را فهمیدن تنها یک راه است. کلتا کیلاس را دستگیر کردن. اگر کلتا کیلاس را دستگیر کنیم و زاغی سیاه از بین گم شود، معلوم می شود که هر دویش یک شخص است. در اینجا یک مشکلی کلان است. ما از زنده بودن کلتا کلاس باوری نداریم سردارم. میلش من به جنازه او رفتم، قوش چقور کندیم، حتی امام محل هم اونجا بود. میلش لوینت، شخصی گم کرده شده را از کجا میدونم که کلتا کیلاس بود؟ از کجا میدونم؟ آن زنده است. سردارم، عجبا. زاغی سیاه رو دستگیر کنیم، یعنی برای آن میگویم که دستگیر کردن کلتا کلاس مشکل است. ای سفسطه نگوی. سردارم، خواهر کلتا کلاس بیتول است کو؟ او را بیابیم. آفرین، آفرین پسرم. خواهر کلتا کلاس رو تو کفت داشتی، چی شد؟ کفت داشتم رفت سردارم. وقتی که زورا رو که دوزیدن دیگر وقت نشد، فقط از پی زورا شدیم. لوین، رفته خواهر کلتا کلاس رو پیدا کن. در این حیات تنها یک چیزی کلتا کلاس مونده است، خواهرش. آن آدم سالها باز خواهرش رو گفتگو میکرد. خواهر کلتا کلاس رو استفاده میبریم. انا راهش رو یافتیم. رو کنم یاب. گب نه سردارم، هم قخرسانم کردی که. آفرین به تو، آفرین چرچشمه من. بسیار با احتیاط باش زورو. نامی آن زاغی سیاه رو دیگر به دهانت نگیره، حتی فراموش کن. یعنی وقتی که درباره او گپ میزنی چونون میشوی که حیران میکنی آدمون رو. اگر دومولوزیو این رو فهمد هیچ خوب نمیشود. مالش سلیم، مالش. دومولوزیو به سیول عاشق شده است گفته همه چی رو چپه کردی. گفتم که به دیگر کس دل میبندد و دیگر کس عاشق میشود، یعنی ازدواجی ساخته و حیران میشود گفته دو کردی. حالا باشد برعکس. مگر تو به دیگر کس دل نبسته ای؟ زورو گوش کن، خوب گوش کن. دومولوزیو هم آدم است، مگر این خیل کار رو قبول میکند؟ حتی آدم دیندار. یعنی اگر اوضاع به دیگر کس دل بستن تو پنج شود چی میشود میدونی؟ از او چی رو انتظاری؟ انگشترین رو برآوردن میپرتاید و عقبش رو نگاه نمیکند. راست میگویی؟ البته راست میگویم. ها، علاوه بر این به آن سیول گفتن دختر دقت ده. برای جلب کردن دومولوزیو از دستش نامدگی کارو میکند. احتیاط باش، نگذار که دومولو رو به خودش جلب کند. احتیاط. راست میگویی. دومولو هم باشد، آخر دومولو مرد است. یگان زن اگر کم بودی داشته باشد دلش خنک می شود. من این را فکر نکرده بودم. راست میگویی.
албатта рост мегӯям. дар ин ҷо беҳуда гап мезанам агар. تو چیکار داری شوکت؟ کدام زنه که اخراج شده است؟ با تو چی ماشین تو هست مگر؟ گوش کن. بگو. این واقعه زاغ سیاه با دلم زدن را سر کرد. زهرا رو بینی اگر گپی زاغ سیاه رود آواز و گپزنیش عوض می شود. خب برادر تو عجایب بودم هستی. در تقدیرش کسی باشد. دختر از کالتکیل از گریخت به دنبال زیا زد. آنجا هاپ زاغ سیاه برآمد. خدا قربان نبراید. ما چی رو انتظاریم برادر؟ زهرا رو با دیدن اون طفل می رویم. بیتول بود کو؟ ها همه خیال گود. برادر از این پس نقابت رو پوش. چلاویک پاوک کن خواهد. ینگا آمد. شوکت بس کن. سلام. خیر تو از پسی کارت شو. مال دولا مال انگا من برم هم زمین پو بیل کنم. آشوریم کمان مارو پیش فوز گرفته است. دخترم کلام شوی. تو فرو بیار. اوه چه خیلی دخترکی خوش رو و مثل زهرا کنی پیشی انگاه آشالله که ما اینجا جوانا که ما با شما مانند است. تشکری زیاد. بیا عزیز دیلم بیا بیا. саломат бошӣ зӯҳро ҷон. худоро шукр саломат ба оилат баргаштӣ. ташаккури зиёда падҷон. саломат бошед хонум зӯҳро. худо нигаҳбонатон. вақте ки туро дуздиданд домлозиё бисёр ғамгин шуд. шумо ӯро дигар ғамгин накунед. мо мардуми маҳалла бисёр ба ӯ эҳтиёҷ дорем. ман рафтам. хайр нағз монед. این دختر رو زن برگزید مگر؟ من هم نفهمیدم. من فهمیدم. داملو زیا خانم سیوال داملو اگر خواهید بعد شام به کارخانه ما بیایید. به شما شیرینی پختم. اگر بیکار شوم البته میآیم. انتظار میشوم. این چی بیادبی است ها؟ چقدر زنی بیشرم است؟ مگر این به شما میزیبد داملو؟ چی؟ یکم فاتحه شده اید. دویم داملو هستید. سیوم دعوتی یک زن بیشور را قبول کرده ایستادید. ها شما چرا اینقدر عصبی شدید؟ من نفهمیدم خانم زهرا. چرا عصبی نشوم؟ به جای کاری اون زن نمی روید. نباشد؟ نباشد چی؟ نمیزیبد. خدای تو میلش ازدواج ساخته هم باشد. در این نتیجه در گرد و اطرافمون بعضی از مسئولیت ها داریم. گوش کنید خانم زهرا. با شما این رو چند بار گفتم من در بین من و خانم سیوال خیلی که شما فکر میکنید یگان حسیات موجود نیست. من نمیدونم داملا. من حالا به نزد یزدم رفته ایستادم برای بیانات دادن آن شخصی که مرا دزدیده است. شما لطفاً نمازتان را در مسجد خونده بعد درست به خانه روید. به جای کاری اون زن نروید میلش. خیر شد خانم زهرا. من دیگر از دهان شما نباید که نام زاغ سیاه را شنوم. همین خیلی میشود. اما با زاغ سیاه شناس شده برای مرا نجات دادنش تشکر گفتن میخواهم. حالا هم زاغ سیاه میگوید ها؟ تمام هیچ گپ نی رفته. تمام.
دوملا شکری خدا که عروستان پیدا کرده تلخ کفشیدیم به خدا. دوملا خدا نگهبان تو باشه. سلامت باشه. خدا شما را دوست می داشته است استاد. رحمت تشکر. میلش دوملا تا نماز است. سلام علیکم حاجی زیا. بیا دست بگیرم. خوب هستی دوملا؟ بخیر است؟ عروست را دزدیده بودن او را یافتی؟ یافتم زحمت نکشید. اوه بسیار شاد شده. او را کی دزدیده بوده است؟ به خدا عجایب این که در اون وقت از سبب بیهوش بودنش هیچ چیز به خاطر نداره. کاش که با یادش آرد. چرا؟ وای یعنی داملا معلوم یعنی این خیلی خوبی کردن، کاری خوب کردن. با این مقصد فقط همین داملا. سلامت باشید. خیر داملا، از پیدا شدن عروس شونده اتون بسیار خرسند شدیم. علاوه بر این اگر یگان کار شود ما در همین جا هستیم. خیر خوب مانی داملا. سلامت باشید. همین تو نمی رسیدی در اینجا. چشمانش بسیار روشن بود، یعنی چخیل به تو فهمانم چشمانش بسیار تنگ بود که قریب رنگ کنای تنگین بود. رنگ رویش سبزنه سیاهی سیننگ سرخچه کبوچه بود. فهمیدم یعنی محتشم. رنگی رویش رو لیکن زور معرفی کرده. چخیل شده؟ بسیار خوب بسیار خوب. لیکن برادر این کمبودی دارد. کمبودی دارد اصلاح کردن در کار. قلم رو بتید. قلم رو؟ بدو قلم. اینه خیلی میکشن. باز این رسم رو 100 تک سرکاپی میکنن بگیرید در تمام استالوکوس طالبای شهر بچسبونید. فهمیدین؟ من نظارت میکنم. رنگش تمام شده است. عصبی شدم سیلین. ای عصبی. من در حیاتم مانند سیول زنی به شرم‌های رو ندیدم. با دامبلوزیا جلوه کرده او رو به کارخونش دعوت کرد. به فکرش دامبلوزیا رو از من میگیرد؟ من به تو گفته بودم زورو جون. میبینیم چه خیل میگیرد. با من نگر. من به او میگذارم که دامبلوزیا رو از من گیرد؟ میگیرد؟ نه. آخر سخته هم باشد دامبلوزیا فاتحه شده من است. خیر نه؟ عیناً. آفرین زورو جون. انا همین خیل. بیا اکنون گپی اون زوغیسیو رو فراموش کن. دامبلوزیا رو نرنجان، با احتیاط باش. رفتیم. خانم سلین، خانم زورا، مرا سردارم انتظار است. رحمت. درا سلامی از نه. زورو جان خوش آمده. خوشبخت باشید. اکای اونال جان. سلین جان خوش آمده. مرحمت شنید. السلام. چه خیر شما؟ چه خیر شد؟ خوبتر است؟ این بیتول است. خواهر کلتکل است. یافتمش با خدای. به خود سیوال جان سمبوسات با مزه بوده اینه که آش شود. نمیارزه. سرگوشتک بوده اینه که با محبت پختگی. رحمت. اما خفه نشه سیوال جان، من سمبوسه را ایتوخ شروعتر میپزم.
اگر خطا نفهم یک چی پرسم؟ سیوال جان به خدا خفام کرد. نخواد یک سوال، 100 سوال پرس. داملازیو با خانم زورو چرا فوتیا کردن؟ لوبوف؟ از بیرون این خیلی نمی نماید. همه عشق خودش پس چیزی درونکیه. درونکی میسوزی میمری، هیچ کس درکت نمیوه. داملا و زهرا هم درونکی میسوزند. موافق است نه؟ موافق؟ بله. کاش که مرم عاشق باشم. مرا گوش کن نمیکچه. به سیوال جان نزدیک نشو، وگرنه در همینجا بلوتوث تهوی میکنم. چی گفتی؟ نفهمیدم. بلوتوث را هوی کردن به تو تاثیر نمیکرده است نه؟ شرایط داری؟ چیکار کردی؟ مگر آدم رو بسر میزنه؟ اینه بین چه بینیم خونوما. چیکار کردی ها؟ چی شد ها؟ ها چی شد؟ ها؟ خیکنی؟ با تو کورچه میزنی ها؟ مرد باشی بیا کنی؟ بیا کنی؟ بیا گوشپر؟ بیا کنی؟ تو گوشپر فراموش کردی من شاگردی جک چنم. بیا کنی؟ کجا میگریزی گوشپر؟ به خدا با شمال همه افتیده. خوب هستی؟ خوبم. بینیم خوب نامد. سردارم یک خبر خوش آوردم. چی شد لوین؟ چی؟ خواهر کارتکلت رو یافتم. در محله زندگی میکرده است. دکتر بوده است. همراه مادر پریوم نیز زندگی میکرده است. روزی دراز شکلات خورده میشیشته است. آفرین چارچشمه. آفرین پسر. بسیار کاری با موفقیت کردی. شوکت را در آن محله بسیار میدیدیم. انیق یکان علاقه دارد. یعنی شوکت خواهر کارتکلت خدا آرامتی را میشناسه سردارم؟ همین را گفتنید؟ میبینیم. یک نقشه دارم. اگر کلتکل زنده باشد به دستمان میافتد. میگوید که شوکت را داشته بکنیم پرسپاس؟ نه، شوکت را پرسپاس کردنمان هیچ فایده ندارد. من دیگر نقشه دارم. انو کس کجی؟ لوینت آسیر به آن محله می روی، اما همچون پولیس نه، همچون آدمی عادی می روی و شوکت رو می یابی. ای تگی چشمت سیاه شده است. نه جانی من هیچ چیز نشده است. به خود زود میگذرد. ما عادت کرده ایم. خیریت سخت نزده است. حاضر این یک دردش رو میگیرد. همش خوب میشود. این خیلی که من شته خوردگی اون خریق شته خوردگی نیست. این کله چیه؟ اینجا بیا! یک طرفیستا! بگیر که با شته میخوری به خودو. بس هست! چرا بیچاره را میزنی؟ دیگر به اینجا نه حیوان. ها بچه ایجا چی بیه ترتیبی های؟
صاحب اینجا کیست؟ آقای پلیس، حالا به ترتیبی رو یک طرف گذاریدو. شخصی گناهکار از خفایتان خاموشانه میگریزد، شما نمیبینید. پیمپیگ زیادی نکن، من برای تو اومدم. برای من؟ در آنجا صحبت مخصوص میکنیم. تو با من چه خیلی مخصوص صحبت داری ها؟ گپا کم کن. یا خدایا، با آنجا روم. به خدا بسیار چای زور. یک دوستی جانی داشتی بایاتت هست؟ من یک تا دوست جانی داشتم، او هم رحمتی شد، میدانی؟ آخر رو میگویم، کرتکیل است. ما خواهری رو پیدا کردیم. چی گفتی؟ میگویم که خواهری کرتکیلاس رو ما پیدا کردیم. تو راست میگویی؟ خیر تقدیر، کرتکیلاس بیچاره خواهرش رو نفته این دنیا رو پدر گفته رفت. خواهرش در کجاست؟ از کجا یافتید؟ تقدیر رو ببینه، اگر کرتکیلاس خواهرش رو میدید چی میشون؟ بیچاره آرمان در دل رفت. برادر، حالا خواهرش در کجاست؟ این رو به من گوی. آخر تو از حرکت های شوکت کی بودن خواهر او را دانستن و ندانستنش را میفهمی. اگر نداند انیق از تو معلومات گرفتن میخواهد. شیطانگری میکنی ها؟ گوش کن، آرامانه باز میپرسم، خواهر کلتکیلاس حالا در کجا است؟ یک دقیقه تو از من معلومات گرفتن میخوایی ها؟ یا خدایا، با من صبر بده. سردارم شما بسیار هم زیرک بودید، راست برآمد. برادر گوش کن، خطا نفهم، چی گفتن را نفهمیدم، اما ما با کلتکیلاس سالها باز خواهرش را میجوستیم و دیدن نصیب نشد، فهمیدین؟ اخلا اگر او رو یابم برادرش او را چقدر دوست میداشت میفهماند. کلتکیلاس اقلا در قبر آرام میشود، فهمیدی؟ برای همین سراغش را به من ده، او را یابم بسیار خوب میشود. البته آخر من با خواهرش گفتم نتوانستم که کلتکیلاس مرد. گفتم نتوانستم، وجدانم نبرداشت. از چهرهت معلوم است که شیرین سخن هستی. تو با خوبی با خواهرش این را فهمم. میلش، من سراغش را میدیم. بسیار ثواب کلان گرفتید گفتمانم. رودسیا که صغیره رحمتی بسیار جستجو کرد. تقدیر همین بوده است. سردارم، خیر ما کی بودن این خواهر کلتکیلاس رو به شوکت میگوییم؟ سفسطه نگو، مگر این ممکن است کسی اساسی را از دست میده. پس چیکار میکنیم؟ دیگر سراغ را میده. ما باشیم با تمامی گروه اطرافیان سراغ را احاطه میکنیم. درچی؟ اگر کلتکیلاس زنده باشد که زنده است، شوکت باشد دوان رفته در آن خانه زندگی کردن خواهرش را به او میگوید. کلتکیلاس چی میکند؟ زود به آنجا برای دیدن خواهرش میرود. همین خیلی سردارم. بعد ما چی میکنیم؟ در جوش میوارداریمش. آفرین به تو لوین، آیسته سرت به کار در آمده ایستاده است. این خیلی نقشه گیزله را که جو میبینی سردارم. برادر آیسته بیا سر رویت رو میزنی. چی شد بر رویت؟ این رو کی کرد؟ این مرا دفت که طرف خواهرت را یافتم برادر. چی؟ کی یافته است؟ لوین چهارچشمه است کو، او یافته است، به شعبه آمده تو رو پرسیده است. خواهرت تو را میجوید برادر. شوکت، تو چی خیلی خبر آوردی؟ تو چه ها میگویی؟ الا سراغش برادر. خواهرم
حالت رو هیچ وقت نپرداختم. دستانت رو بردار. کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی گریز نداری. یگان حرکتی ناجا نکن وگر نمیپرانم.